سلام و درود به همه مردم شریف تاجیکستان. صبح بخیر. ما در دهه کزدان در ناحیه عینی صبح زیبای دیار دمیده ایستاده. بهترین منظره های طبیعت. دوستان عزیز، کسی در مهاجرت است دهه های کزدان رو در مرحمت دوستا تماشا کنید، حلاوت برید. ثبت از باغ سری دهنی غذا، مکتب، زمین های کارم، کارتوشکا، پیاز، علف یونچقه، زردولی دهقانی. دهنه زیبا منظری غذا. صبح صفای پرفیض به همه همدیاران دور از وطن مبارک باشد. خداوند همه شما را نگهبان باشد که نامبیار دیار و ملت و خلق تاجیک هستید. زیباترین منظره های طبیعت، دهه های درغ و کزدان. این مسجد جامعه، این بیمارخانه دهه، این مکتب، اونجا دهه کزدان، اینجا دهه درغ، این دهنه غذا، زردالو پختی مرحمت.